خدمتکار شایان به استقبالم اومد و مثل همیشه رسمی جلوم ایستاد. آقای شایان توی اتاقشون هستند؟ بله آقا، منتظر بودن تا شما تشریف بیارید. بدون هیچ حرفی از پله ها بالا رفتم. اتاق شایان درست سمت راست بود. صدای قدم هام انعکاس عجیبی رو به سالن و فضای اطراف بخشیده بود. پشت در ایستادم و تقی زدم. صداش رو شنیدم، جدی مثل همیشه. بیا تو. به محض ورودم به اتاق نگاهی به اطراف انداختم. خوش اومدی پسر. یه قدم به داخل برداشتم. نگاهم به روبرو بود. میز بزرگی که انتهای اتاق قرار داشت و یک صندلی بزرگ که پشت به من بود. با یک چرخش به طرفم برگشت. حتی ژستش هم مثل همیشه بود، خسته کننده. روی صندلی لم داده بود. ابروهاشو جمع کرد و پک عمیقی به سیگارش زد. سر سیگار روشن شد، سرخ و آتشین، و طولی نکشید که خاکستر شد. به حالت خاصی اون رو با حرص توی جاسیگاری کریستال خاموش کرد. به موقع اومدی، بیا تو. بعد از چند لحظه که توی چشماش زل زدم قدمی به جلو برداشتم. روبروش ایستادم و مثل خودش سرد نگاه کردم. جدی و خوش گفتم ظاهرا با هم کار مهمی داشتی. میدونست عادت ندارم موقع شنیدن حرفای طرف مقابلم بنشینم. برای همین تعارف به نشستن نکرد. با تمام علایق و خصلت‌های من آشنا بود. جای تعجب نداشت. یک عمر اون استاد بود و من شاگرد. ولی حالا اینی که روبروش ایستاده خیلی راحت همه رو درس میده. ولی شایان رذالتی توی وجودش داشت که این همه سال با تمام تلاشی که کردم نتونستم به پای اون برسم. بیبند و باری که شایان داشت من ازش فراری بودم. یه پاکت سفید گذاشت روی میز و به طرفم هل داد. بردار، تمام اطلاعات داخلش هست. مثل همیشه این بار هم باید کارت رو درست انجام بدی و فقط 1 ماه فرصت داری. سرم رو تکون دادم و بدون هیچ حرف اضافی جوابش رو دادم. فهمیدم. سکوت کرد. پاکت رو از روی میز برداشتم و از اتاق بیرون رفتم. هر کس این اجازه رو نداشت که اینطور سرسختانه در مقابل شایان بایسته و با غرور نگاهش کنه، اما خب منم هر کس نبودم. جلوی آینه ایستادم و دستی به کت و شلوار مشکی و خوش‌دوختی که به تن داشتم کشیدم. امشب برای اجرای مرحله اول نقشم دعوت شده بودم. شیشه شفاف اتکلونم رو از روی میز برداشتم. به زیر گردن و مچ دستم زدم. بوش مست کننده بود، تحریک کننده و جذب کننده، همون که میخواستم و برای امشب مناسب بود. توی آینه به خودم نگاه کردم. چشمان سیاهی که در وجود هر آدمی نفوذ میکرد و روح رو میشکافت. جسم که در برابر نگاه من توان مقاومت نداشت. پوزخند زدم. مرحله اول بازی کم کم داره شروع میشه. شیدا صدر. بهتره به بهترین شکل ممکن از آرشام استقبال کنی. سویچم رو برداشتم و از اتاق زدم بیرون. هیچ وقت دوست نداشتم کسی برام رانندگی کنه. یه فراری مشکی رنگ که مدلش خاص بود، مثل همه اون چیزهایی که به من تعلق داشت. کسی که صاحب ثروتی عظیم بود، مردی تنها با هدفی حساب شده و آینده‌ای نامعلوم. زندگی سرد و بیروح آرشام توی تنهایی‌هاش خلاصه می‌شد. حرکت کردم. امشب مهندس سعد توی خونش به مناسبت تولد دختر شیدا مهمونی باشکوهی ترتیب داده بود. مطمئناً امشب کادوهای زیادی تقدیم دختر نازنینش می‌کردن و من با دادن هدیه‌ام به اون در قبالش یک چیز به خصوص دریافت می‌کردم. قلب شیدا. امشب اون قلبش رو به من می‌بازه.
وسط باغ با شکوه صدر ایستادم. ظاهراً جشن رو خارج از ویلا برگزار کردند. دست راستم را توی جیبم فرو بردم و نگاه دقیقی به اطراف انداختم. تعداد مهمان‌ها شاید بیش از 300 نفر می رسید. برای چنین مهمانی تعداد کم بود. صدای موزیک ملایمی فضا رو پر کرد. قسمتی از باغ رو به پیست رقص اختصاص داده بودند. عده‌ای از میهمان‌ها حسابی مشغول بودند و عده دیگر هم به عیش و نوش. نگاه هم به مهندس صدر افتاد که با لبخند به طرفم می آمد. حالتم رو تغییر ندادم. حتی قدمی به طرفش بر نداشتم. روبروم ایستاد. تنها توی چشماش خیره شدم. سرد، جدی و مغرور. لبخند روی لبهاش کمرنگ شد. ظاهراً توقع داشت گرم برخورد کنم و برای هر اقدامی پیش قدم بشم. دستشو جلو آورد و با لبخندی کاملا مصلحتی گفت: سلام مهندس تهرانی، از دیدنتون خوشحال شدم. سرافرازمون کردید. نگاهامو از روی صورتش به سمت دستاش سوق دادم. بلا تکلیف ایستاده بود. دستم رو از توی جیبم در آوردم، باهاش دست دادم و تنها به کلمه سلام اکتفا کردم. به مهمانها اشاره کرد: بفرمایید مهندس، خیلی خوش آمدید. حضورتون افتخاری است برای ما. یکی از خدمه ها رو صدا زد: بله آقا. صدر به من اشاره کرد: آقای مهندس رو راهنمایی کن. بهترین جا رو که مخصوص مهمانهای ویژه است رو در اختیارشون بذار و به بهترین شکل ازشون پذیرایی کن. چشم قربان. صدر با رضایت لبخند زد. نگاه هم به خدمتکار بود. رو به من کمی خم شد و با احترام راهنمایی کرد. قدم ها مثل همیشه هماهنگ و محکم بود. سنگینی نگاه مهمانها رو خیلی خوب حس می کردم و این برام یک امر عادی بود. از بین این همه نگاه کنجکاو فقط یکی از اونها برام مهم بود. درست قسمت بالای باغ. میز و صندلی های شکیل و زیبایی چیده شده بود. میزهایی با پایه های طلایی و روکش سفید که روی هر کدوم از اونها انواع نوشیدنی چیده شده بود. سمت راست میز بزرگ مستطیل شکلی قرار داشت که روش رو با هدایای رنگارنگ و بزرگ پر کرده بودند. روی صندلی نشستم. کسی اون اطراف نبود. پس در حال حاضر میهمان ویژه امشب من بودم. خدمتکار مشغول پذیرایی شد، ولی نگاه کنجکاو و تیز من اطراف رو میپایید. در بین جمعیت به دنبالش میگشتم و نگاهم جوری نبود که بشه تشخیص داد به دنبال شخصی هستم. و بالاخره دیدمش. توی پیست با پسری جوان و قد بلند مشغول رقص بود. دقیق تر نگاهش کردم. فاصله‌ام باهاش نسبتاً زیاد بود، ولی نه اونقدر که نتونم به اندازه کافی اون رو آنالیز کنم. لباسی کاملا باز، کفش‌های پاشنه بلند بندی به رنگ نقره‌ای که با هر چرخش تلالو خاصی ایجاد می‌کرد. موهای بلند و بلند که نیمی به حالت فر و نیمی دیگر رو صاف و حالتدار پشت سرش بسته بود. کسی که قرار بود در اولین مرحله از بازی آشام شرکت کنه. همراه پسر تانگو می‌رقصید. ظاهراً سنگینی نگاهم رو حس کرد. چشمانش اطراف رو پایید، ولی همچنان مشغول رقص بود. نگاهم رو ازش گرفتم. لیوان پای بلند نوشیدنی رو برداشتم. خدمتکاری که آماده خدمتکارم ایستاده بود رو با تکان دادن دست مرخص کردم. به پشتی صندلی تکیه دادم. پا روی پا انداختم و با ژست خاصی مشغول نوشیدن شدم. از بالای لیوان نگاهش کردم. لیوان رو از لبام دور کردم. نگاهم رو از پایین به سمت بالا کشیدم. آرام، مغرور و در عین حال بی تفاوت. نگاهم توی چشماش قفل شد.
به روی لباش لبخند بود، ولی من هیچ عکس العملی نشون ندادم و بی توجه به اون و لبخندش سرم رو چرخوندم. مشغول مزه کردن نوشیدنیم شدم. چشمام رو بستم و یک نفس سر کشیدم. بازی شروع شد. حضورش رو کنارم حس کردم. چشمام رو آهسته باز کردم. لیوان خالی توی دستم بود. حالتم رو تغییر ندادم و در همون حال به روبرو خیره شدم. صداشو شنیدم. ظریف و طناز. همون چیزی که انتظار میرفت. سلام، شما باید مهندس تهرانی باشید، درسته؟ مکث کردم. آروم سرم رو چرخوندم و نگاه سردی بهش انداختم. نگاه سبز و شیفتش توی چشمام قفل شده بود و لبهاش به لبخند باز بود. دوباره به حالت اولم برگشتم و در همون حال جدی و خوش گفتم شما منو میشناسید؟ با هیجان گفت کسی نیست که شما رو نشناسه. پدرم گفته بود امشب یه میهمان ویژه توی جشن تولدم حضور داره، ولی به هیچ عنوان فکر نمی کردم اون مهمان شما باشید. توی دلم پوزخند زدم. چطور؟ خیلی تعجب کردم وقتی که شما رو اینجا دیدم. واقعا باعث افتخارمه. نگاه کوتاهی بهش انداختم. مدت هاست که مهندس صدر رو میشناسم، ولی تا به الان شما رو توی هیچ یک از مهمونی هاشون ندیدم. لبخند زد. ردیف دندانهای سفید و براقش نمایان شد. لبهای سرخ و آتشینش اونها رو چون قابی در خود جای داده بود. بله، من چند سالی خارج از کشور زندگی کردم. برای ادامه تحصیل به اروپا رفتم و الان مدت کوتاهیه که برگشتم. عالیه. چی عالیه؟ شیفتگی توی صداش موج میزد. برام تازگی نداشت. اینکه تحویلش میگرفتم و باهاش هم کلام میشدم جزوی از بازیم بود. مکث کوتاهی کردم و گفتم برای چی برگشتید؟ جواب سوالش رو که ندادم کمی پکر شد، ولی با این حال ظاهرش رو حس کرد و با لبخند گفت دیگه از زندگی تو اروپا خسته شده بودم. هیچ جذابیت برام نداشت. بعد از فارغ تحصیلیم همونجا مشغول به کار شدم، ولی خب اینجا هم برای من کار هست. در حال حاضر توی شرکت پدرم هستم. نگاهام از روش برداشتم و ترجیح دادم سکوت کنم. شما خیلی کم حرف میزنید. سرد و مغرور گفتم بی دلیل حرف نمیزنم. تعریفتون رو زیاد شنیدم. خیلی دوست داشتم برای یک بار هم که شده از نزدیک ببینمتون. میتونستید به شرکتم بیاید. درسته، ولی پدرم گفته بودن که شما هر کسی رو به اونجا راه نمیدید و بدون هماهنگی هم حق دیدنتون رو ندارم. حالتش اون رو نسبت به من صمیمی نشون میداد و هنوز خیلی زود بود که بخواد با هم راه بیاد. نگاه خاصی بهش انداختم. اما شما بدون هماهنگی هم میتونستید. صورتم رو برگردوندم. نمیخواستم از توی نگاهم کذب گفتارم رو ببینه. هیچ کدوم از حرفام بویی از حقیقت نداشت. صداش ذوق زده بود. وای شما فوق‌العاده هستین مهندس تهرانی. جدا به من لطف دارید. جدا به من لطف دارید. اگر میدونستم که حتما مزاحمتون میشدم. نفسم رو عمیق بیرون دادم. مزاحم نیستید. همچنان نگاهم به روبرو بود و کلامم سرد، ولی در همون حال هم میتونستم جز به جز حرکاتش رو حدس بزنم. لحظه به لحظه بیشتر هیجان زده میشد. صدای نفسهای عمیق و کشیدش رو شنیدم. آروم بودم. خیلی آروم. نیم نگاهی بهش انداختم. با لبخند به من زل زده بود. چیزی شده خانم صدر؟ بدون اینکه ثانیه ای رو از دست بده گفت شید خواهش میکنم من رو به اسم کوچیک صدا بزنید. به نگاه هم رنگ تعجب پاشیدم. چطور؟
سرش رو پایین انداخت و انگشتای ظریف و کشیده دستش بازی میکرد. هیچی، ولی خب من به کسایی که اهمیت میدم این اجازه رو میدم. چه اجازه‌ای؟ سرشو بلند کرد و توی چشمام زل زد. زیبایی آنچنانی نداشت و فقط میشه گفت جذاب و بی نهایت لبن. این که منو به اسم کوچیک صدا بزنید. نگاهم از صورتش برداشتم. دستم رو به سمت شیشه نوشیدنی دراز کردم که قصدم رو خوند. اجازه بدید من براتون بریزم. سکوت کردم و با غرور نگاهش کردم. نخواستم جلوش رو بگیرم. این بازی من بود. همین رو میخواستم. قلبش رو به لرزه در بیارم و در بهترین موقعیت اون رو در هم بشکنم. خرد شدن اونها فقط به دست آرشام نوشته شده بود. پس باید تا انتهای این بازی پیش میرفتم. نگاهم به روبرو بود که درخشندگی لیوان و نوشیدنی داخلش چشمم رو زد. لیوان پای بلند رو درست جلوی صورتم گرفت. نگاهم رو تا روی صورتش کشیدم. با همون غرور همیشگیم نگاهش کردم. دستم رو به آرومی به سمت لیوان بردم و بدون اینکه کوچکترین تماسی با دستش ایجاد کنم اون رو ازش گرفتم. تعجب رو توی چشماش دیدم. به وضوح مشخص بود، ولی اون از افکاری که در سر داشتم باخبر نبود. صندلی که جلوم بود رو بیرون کشید و درست مقابلم نشست. پاهاش رو با طنازی روی هم انداخت. نگاهم رو تا روی صورتش بالا کشیدم. در همون حال و سکوت نوشیدنیم رو مزه می کردم. دقیق بودم و ریز به ریز حرکاتش رو زیر نظر داشتم. دست راستش رو روی میز گذاشته بود و خیلی آهسته دست چپش رو روی پاش می کشید. بی تفاوت نگاهم رو از روی صورتش برداشتم. این بار آهنگ ملایمتری پخش می شد. نورهای اطراف کم شده بودند و جمعیت حاضر در پیست نرم و هماهنگ توی آغوش هم می رقصیدند. چنین لحظه ای رو پیش بینی می کردم. این که الان بی نهایت مشتاق رقص با من بود، ولی الان وقتش نبود که بخوام در اولین برخورد خودم رو مشتاق نشون بدم. همون مرد جوانی که باهاش میرقصید جلو اومد و دستش رو به سمتش دراز کرد. از گوشه چشم نگاهم کرد که کاملا خونسرد نشسته بودم و به رقصنده ها نگاه میکردم. با لبخندی کاملا مصنوعی از جا بلند شد و دست توی دست پسر به میان جمعیت رفت. توی مسیر بازگشت به خونه بودم. امشب همه چیز به نحو احسن به پایان رسید. مرحله اول به خوبی اجرا شد و من از این بابت خوشحال بودم. زمان خداحافظی کارتم رو بهش دادم و گفتم منتظر تماسش هستم. توی هیچ کدوم از نقشه ها من اولین نفری نبودم که به طرف مقابلم زنگ می زدم و این کار رو به خود اونها محول می کردم که هر بار هم به راحتی پیش قدم می شدن.